سریعترین و خطرناکترین شمشیرباز دنیا. این شخص یه شی معمولی و بی خطر رو میتونه به یه سلاح تبدیل کنه. رسما جان ویک رو قورت میده. حتی ماموران پلیس بعد از دیدن ویدیوهای این شخص خیلی ازش درخواست کردن که بهشون بپیونده، ولی اون قبول نکرد. ایسا ماچی یه سامورای واقعی و رکورددار گینس و یکی از بازماندگان سبک موینگ شینگلو هم هست. او با شمشیرش میتونه در ثانیه یه ضربه برق‌آسا رو بزنه. قبل از اینکه پلک بزنیم، ایساو سیب روبروی خودش رو در کسری از ثانیه نصف میکنه و جالبیش اینجاست که بعد از نصف کردن سیب شمشیرش رو به سرعت میتونه به غلافش برگردونه. او نه تنها شمشیر زن فوق‌العاده‌ای است، بلکه خیلی تیز و چابکه که خیلی راحت هنگام دویدن و حمله میتونه یه دریفت 270 درجه رو اجرا کنه. ایسا سرعت دیدش هم شگفت انگیزه. او با یه ضربه تیر پرتاب شده به سمت خودشو میزنه. ایسا واقعا یه استاد و یه استعداد همه جانبه درونش داره. اگه طرفدار جدیدترین و برترین دانستنی ها هستید، سابسکرایب فراموش نشه دوستان. و تا دیدار بعدی خیلی ممنون که هستید. فعلا گوت بای. Like and subscribe. Bye bye.